جناب عباس یاکو برای مشکل بخصوص باک یا عباس سلام علیکم سلام سلام علیکم کارا سلام علیکم سلام چیکار کردی؟ همه گشتیگه رمضان که ازم بکشیدی نه کنو چه آدم یک امانت دادن خب خیر آورده گفتن نمی دست یکای عباس رو تیتون و آدم یک برادری عزیز ادیه اورمیتان یکای بحرالله در شهر مسافری قرار دادن خب همون شخص فرزندشون از دنیا گذشتگی سال گذشته در ماه شریف رمضان از خب. دنیا گذشت خب همین فرزند شما هم یک فرزند تو از دنیا گذشت دوغی بله. فرزند میدونید از اون عذاب بله زقش میدونید همون آدم همین مخلصی اشدی شما بودین همین امانت دادن که من نمیدونم در دنیا امانت چقدر مبلغ باشد یگان مکتوب باشد یگان عکس خاطره باشد من این چیزی نمیدونم از دوکسا همراه شما میکشیم همین چیزا فهمیدید همین نوار بازی ما همین نوار برای اکای بحرالله کرده سوده خب شما همین میگوید که ما امانت شما قبول کرده گرفتید مینداری میکنید اون چیزی که وظیفه ما بود ما اجرا میکنیم بعد همین یک سرودی نخل باقی زندگانی رو ثمر گم کردن یک خوشرو کرده برای این شخص میخونه که راهشون مولده گردد اولا همین الهو هیچ کس داغ و درد فرزند رو نبیند دوستای عزیز هیچ کس نمیخواد که یک کس داغ فرزند بیند از داغ پدر و مادر داغ فرزند بدتر است همه را خدای مهربان صاحب فرزندان زیاد گرداند داغ فرزند را به هیچ کس نصیب و روزی نگرداند اکای بحرالله به شما صبر جمیل خواهان هستیم زغ نشوید همون عمری فرزندی که از دنیا گذشت به دیگر فرزنداتون خداوند مهربان دادگی باشد رحمت اکرم من این چیزا داده فرستاندم از نام بحرالله به عباس ریودی تحفه کشویم هایده شد پیش از سرود کشویم بعد یک کشی چی من چی از نام یک عباس ریودی چیزی بینم که چقدر چیز و چقدر گابان شاید به فکرتون چی باشد همین یک مکتوب باشد مبلغ باشد فلو باشد نمیدونم خیلی تقدیر دیگه هر چیزی که باشد میخوندن خدا خواهد تقدیر باشم بگیریم چیزی باشد میگه پول بوده است از میبینم که چند پول باشد نه دونیم بیچی نیست بو نه بابا نه تماشابینو دیگه تماشابینه شما سنده نه نمیدونم فهمیدم شد تماشابینو هر خیلی فهمیدم. شما نه تماشابینو شد کجا نه شما خود ما با خودش شد نه چی بار چوش نما خیلی شده کارش دیگه چی شدگی شد چند شد صد 130 سومون 130 سومون پول میرسه که کمی بسیار می به جای مول میبینه سه گوشه من خدمتتون راضی میشم من انام یکی از مخلصای شما اکوی بحرالله از شهر غریبی به شما فرستادم حلالتون شد قبول کرده گرفتم تو یک سخن کنید برای فرزندی مرحومی اکوی بحرالله گفته سرود سر سازی امانت های کرد اکاش شما بر رحمت منتدار من گرفتم قبول سرودی من برای شما دیگر داغ فرزند رو نبینید سر کنید سر کنید سرود گیرید سر کنم اونجا نخلی باقی زندگانی را ثمر گم کرده یم لذتی کامی جوانی را شکر گم کرده یم بی خبر ایوان نگو از راه اگر افتاده یم بی اثر گردیده و نوری بسر گم کرده یم هر سرگه غنچه می رو یاد به طرفی دشت و باغ غنچه ای خود منزل وقتی سحر گم کرده یم مست اومدم شب یا اخلی خود بیگانه یا چی مجنون لیلی خود را مگر گم کرده یم وارسی یعقوب گشتم دیده اسفندیار
خنانی نظر گم کردیم وعده صبرم نبودی آجی و ترسوی خیش را می کشتم از من یک پسر گم کردیم وعده صبرم نبودی آجی و ترسوی خیش را می کشتم از من یک پسر گم کردیم سلامت باشید اکای عباس. یک جان تشکر شما با اکای بهرالله. پناهتون به خدا، خودتون احتیاط کنید، در شهر غریبی ها زیق نشوید. یگان خواهش و درخواست باشد فرمایش دید ما اجرا میکنیم. خدا خواهد چه خیلی گفتیم خدای مهربان باقی فرزنداتون عمر دراز و بر برکت عطا فرماید. خدای مهربان پناهتون بر خدا. خداوند کشایش داد. اما با الله اکبر. من اکای عباس پناهتون بر خدا. مرحبا کاری چی کار شد؟ ناگفته نماند دوستای عزیز که نامی فرزند اکای بهرالله رمضان بود. ماه رمضان تولد شده و ماه رمضان وفات کردن. من حاضر هم ماه رمضان حکمران هستند. امروز 1 می 2021 است. ماه رمضان است. 1 سال باز انمو فرزند اکای بهرالله در قید حیات نیست.